مقامات میگن 18 نفر بعد از استعمال هات داگ از این نقطه خوراک‌های زودتیار شهر دوشنبه سلامتیشان بد شده است. حادثه بگاه یکشنبه 28 ایل رخ داده است. در این ساعت به گفته مقامات 18 نفر از جمله یک زن 63 ساله و چند جوان و نورس از نقطه زودتیار مقصد هات داگ خرید استعمال کردند و روز دیگرش مجبور شدند به بیمارخانه مراجعت کنند. به گفته مسئولین خدمات نظارتی دولتی اپیدمیولوژی 18 نفر از بیماری التهاب شدید روده و معده به بیمارخانه مراجعت کردند و 4 نفر آنها به خانه رخصت شده، 14 نفر دیگر در بیمارخانه بستری شدند. حالا کارمندان خدمات نظارتی دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی به در نقطه زودتیار مقصد مهر زدند و فعالیت آن نیز موقتا منع شده است. مقامات میگویند که سبب‌های حادثه را تحقیق دارند و باید معین کنند که این 18 نفر دقیقاً از کدام حساب زهرآلود شدند و فرضیه پیشکی مقامات این است که این 18 نفر از حساب مایونزی که در داخل هات داگ استفاده می‌شود زهرآلود شدند. ولی مسئولین این نقطه زودتیار میگویند همه محصولاتی که از برای هات داگ استفاده میکردند تر و تازه بود و مقامات حالا منتظر نتیجه های تشخیص میباشند. فعلا همه 14 نفره که از خوردن هات داگ در این نقطه خوراک زودتیار سلامتیشان بد شده بود امروز چهارشنبه به خانه رخصت شدند و طبیبان میگن وضع سلامتی آنها فعلا خوب است.